خب در این برنامه در خدمت حضرت آیت الله سید احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران هستیم. حاج آقا سلام عرض میکنم و خیلی خیلی خوش آمدید. با یاد و نام امام راحل و مقام عظمای ولایت ارواحنا فداش بشم و با سلام به همه طایر به سرها، غیر تو کمرها، قند عسلها، تیر تو تپرها و با تشکر از شما گردل پسر بسیجی که این وقت رو به من دادید. بزرگواری. توی مقدمه برنامه گفتم خب شما جدیداً وارد فضای مجازی شدید. چطور شد اصلا به این فکر افتادید؟ چون معمولاً خیلی از آقایون حذر میکنن یا مراقب بیشتر به نوعی احتیاط میکنن تا بخوام وارد فضای مجازی بشن. چطور شد شما وارد شدید؟ والا با توجه به فتنه های اخیر، داستان های مترو و اغتشاشاتی که در خیابون ها شاهدش بودیم و عنایاتی که مردم در کف خیابون ها به مقام عظما و روحانیت کردن، به این نتیجه رسیدیم که دیگه فضای حقیقی حقیقتا امنیت نداره آقا جون. این بود که وارد فضای مجازی شدیم که بتونیم منابر مجازی رو علم کنیم. شما الان توی تلگرام هستین، توی توییتر هم فکر کنم هستین؟ بله، خب تو تلگرام به طور گسترده هستیم که البته اونجا هم میان تو پیوی و خودم تلمذ میکنم از ابتکاری که این هموطنان دارن در چیدمان فحش‌های آبدار و وصلشون به اقصا نقاط روحانیت. خواستیم بریم توییتر که یه ارزیابی داشته باشیم از حضور بقیه روحانیون و مالکشان. در اونجا دیدیم که جای سالمی براشون نذاشتن، فلذا از توییتر عذاب العلماء فی الدنیا و الاخره. در رابطه با اینستا هم که لدل ورود ما رو 2 بار ریپورت کردن که فکر میکنم جوانان ما باید از این شبکه‌های ضاله اجتماعی فاصله بگیرن و متخصصین ما شبکه‌های حلالی رو دایر کنن، مثل تله امام به جای تلگرام و فیسبوک به جای فیسبوک، که همه برادران ارزشی جمع بشن و فیض ببرند. خب فکر میکنم تقریبا الان ما 1 سال شد که مجلس خبرگان رهبری رسما کارش تقریبا شروع کرده. الان جلسات هیئت رئیسه چند وقت به چند وقت انجام میشه، مستمرتر از قبل شده فکر میکنم. بله، خیلی پرکار شدیم. قبلا سال 1 بار جلسه میذاشتیم، الان شده 6 ماه 1 بار که خیلی هم طاقت فرساست. دور هم جمع میشیم، شابل میرقصیم، آیروبیک میزنیم، بنده غیر شاطری میام، آیت الله جنتی هلیکوپتری میاد. عجب با این سن و سال. بله، با این سن و سال خجالت هم نمیکشه. هم سن و سالای ایشون همه تبدیل به نفت شدن، بشکه‌ای $130. عجب. ماشاءالله. شما خیلی گوگولی هستید ها. این مجلس خبرگان فکر میکنم جوانترین مجلس خبرگان ماست. فکر میکنم در واقع خیلی جوانتر از قبل شد. والا داستان این مجلس خبرگان اشبه است به سیره عجیب آیت الله بنجامین باتن که هرچه میگذشت جوانتر میشد. شما نگاه کن، هیچ مجلس خبرگانی در دنیا نیست که اعضای اون عده‌ای جوان خوشروی کاکلزری رسیده آبدار در سنین 80-90، در مواردی هم دیده شده 100. اصلا مقام عظما خودشون به ما گوش زد میکنن که مبادا جوانی کنید، خامی کنید، همچین چیزی. بله، دیداری با آقا داشتید حدوداً بیش از 10 سال پیش. آقا فهمیدن که باید همیشه خبرگان حداقل 10 تا گزینه برای رهبری در آستینش داشته باشه. آیا الانم اینطور هست؟ اون که بله، ما در راستای منویات مقام عظما هر کدوم 10 تا گزینه تو آستینمون داریم. یکی 5 تا تو پاچه شلوارمون داریم، 2-3 تا پس یخمون داریم، 1-2 تا هم پر شالمون گذاشتیم. به نظرم بریم سر سوالات انحرافی تر، چون شما بذار همین یه ولی فقیه رو خاک بکنیم، بعد من برات 20 تا گزینه در میارم، حالا از آستینم، از هر جا که باشه. خب تو کارهای خونه کمک میکنین؟ بله، بنده افتخارم این هست که مشارکت گسترده دارم در کار خانه. من در خانه به طور فعال میخوابم، بسیار میخورم،
جوری که در منزل به متایبه به من میگن آسد احمد جاروبرقی. اهل غذا درست کردن، بلدید غذا درست. از اونجایی که بنده به تقسیم کار منزل و مشارکت معتقد هستم، در لذت غذا درست کردن وارد نمیشم، ولی در زحمت و مشقت خوردن بنده همیشه نفر اول هستم و پاسخگوی همه نوع اغتشاشات سفروی هستم. چند تا فرزند دارین آقا؟ والا شما بگیر 2 تا اونجا، یکی هم اونورتر، عرض کنم که سال 65 هم 2 تا، شما بگی با سالاد و نوشابه و مخلفات یه چیزی حدود نیم جین ما بچه داریم. عجب، خدا انشالله حفظتون کنه. و چند تا نوه دارین آقا؟ والا اون دیگه در استطاعت مغز روحانیت نیست، آمار بالاست، ماشین حساب میخواد که دیگه بنده رو معذور بدارید. اما رابطه بنده با نوه هم یک رابطه ولایی، به گونه‌ای که هر وقت دختران میخوان بچه رو ساکت کنن یا از چیزی بترسونن، عکس بنده رو نشونشون میدن. مثلا میخواستن سغرامون رو از پستونک بگیرن، عکس بنده رو الصاق کردن به پستونک این بچه که هر وقت میدید اصلا زهر ترک میشد. چند وقت دور هم جمع میشین؟ ما والا جمعه به جمعه سر و گوشمون می جنبه. اینا هم میان همشون رو دست جمعی برای اینکه خرج ناهار و شام ندم میبرمشون نماز جمعه که هم 2 تا شعار برای ما بدن، هم یه ساندیسی بخورن و خلاصه به خوبی خوشی بگذره. شما یه جایی حرفی زدید، گفتید در 27 سال گذشته بنده تمام تاریخ به روحانیت حتاکی شده. واقعا اینو اعتقاد؟ این از همون شیطنت‌های رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی هست. بنده کی گفتم 27 سال؟ شما همین 6 ماهه گذشته رو حساب کنی، 2 برابر کل تاریخ بشریت به روحانیت حتاکی شده. دیگه دوغ و دوشاب هم نداره. از خود مقام عظما شروع میکنن تا خود بنده که طلبه بیش نیستم رو میشورن، میچلونن، پهن میکنن روبند. خیلی متشکر، ممنون. ما خداحافظی میکنیم، شما رو با مردم تنها میگذاریم. خدمت شما. خیلی التماس.